ماشین خفنی. داداش سلام. من آرایشگرم، می‌خواستم بدونم که ماه شما رو کی میزنه؟ خود میلاد این تایم دریوس دیگه، من کسی دیگه واسه تو مو میزنه. چاکری. آقا پس بریم آموزش رو ببینیم. برای شروع با کلیپر گاردلاین اصلی رو ایجاد میکنیم، با خط‌زن پایین موها رو سفید میکنیم و با شماره نیم ناحیه فیدمون رو تخلیه میکنیم. با استفاده از گارد ماشین، فشار دست و تمرکز بیشتر میتونیم خطوط اصلی صفرمون رو هم فید کنیم و محوش کنیم. با شونه فید و ماشین اصلاح ناحیه فیدم رو به بالا انتقال دادم و همونطور که میبینید دارم رنگ بالا و پایین رو تنظیم میکنم. با یه قیچی 100,000 تومانی هم میتونی این کار انجام بدی. یه کانکت تمیز و بالای سر رو کاملا کوتاه میکنم. موهای بالای سر رو به رنگ خاکستری نزدیک میکنم. بریم ببینیم موهاش چطوری شد. آقا بابا به به. مدل کوپر رو زدیم براش. نه دیگه این کروکه. داداش شما خیابون حافظ هم میری؟ حافظ چیه؟